این شخص داننده زبان خوبی انگلیسی، مترجم و زبانشناس هستند. برای شما مصلحت‌های مفید رو پیشکش کنیم. Overpaid یا اینکه overslept، بعضی مثلا ریالی‌های زبانی چخیل در ادبیات استفاده. سلام تماشابینان عزیز انگلیش کده. امیدوارم که تنصیحات و بردم و همیشه خوشحال هستید. بنابر خواهش اکثریت شما ما امروز تصمیم گرفتیم که راه‌های کلمه آموزی رو در زبان انگلیسی برای شما فهمانیم. خب امروز ما هستیم با استاد علیم جان جوریف. این شخص داننده زبان خوبی انگلیسی، مترجم و زبانشناس هستند. خب استاد خوش آمدید به کانال ما. تشکر. خب استاد سوال یکمین ما چنین است: چگونه ما در زبان انگلیسی کلمه ها رو از یاد کنیم؟ خب البته که از تجربه مشکلی که معلوم است بسیاری زبان آموزان ما چیکار میکنن، ما گرفته کلمه رو مثلا در دیگر جا در جاهای خودشون استفاده نمیبرن، یعنی میسیوز میگیم، یعنی خطا استفاده میبرن. مثلا در همون دوران دانشجویی هم بعضا حالت‌ها بودند که مثلا همکورسانی ما یا نزدیکانی ما که با ما هم صحبت بودن، دوستانی ما، اونا کلمه رو در جای خودشون استفاده نمی‌بردن، یعنی هر یک کلمه موقع استفاده خودش رو دارد و باز چیزی که به ما مثلا معلوم است از لغت‌ها، یک کلمه زبان انگلیسی زیاده از 10-15 معنا دارد. مثلا همین phrasal verb را گیریم اگر get up, get in, get on, get off دیگر و دیگر، یعنی ما تنها خود get رو در اینجا نمیتونیم که ترجمهش چی میشه بگیم. یعنی برای همین یک چند راه‌های اساساً خوب و افکتیوی هستن که ما میتونیم که کلمه رو خوب از یاد کنیم و یکمینی از اونها همون طرز کلاسیکی میگوییم، یعنی کلمه‌ای که ما میشنویم یا اینکه کلمه‌ای که با ما مثلا بسیار وقت میشود که زبان آموزان با اون کلمه معقول میغلطه در دلش رفته، همون کلمه رو فقط گرفته نوشتن در کار. این اصلا اصول کلاسیکی گویم ده عادیش همین. بعداً با یعنی طرز استفاده اونها رو در جمله ها، یعنی موقع استفادهش نگاه کردن در کار. مثلا چیزی که ما پیشتر صحبت دادیم با شما استاد، گفتیم که یعنی همین کلمه talk, speak, negotiate، یعنی هر یک تشکریب که یک خیلی ترجمه میشه، لیکن موقع گوناگون استفاده خود رو دارن. خوب، تشکر زیاد استاد، شما معلوماتی عمومی دادید. اکنون میخوام از شما بپرسم که یعنی راه‌های یعنی که اسپسیفیک هست که چه خیلی آموزیم همین لغت ها رو؟ راه‌های مخصوص. راه‌های مخصوص. البته که لغت آموزی اساساً با ذوق و شوق ما به حد وابستگی کلان دارد از همین. یعنی مثلا هست شخصی که مثلا با تجارت و با مثلا بیزنس یعنی شوقمند از ذوق دارد، اون با مثال کلمه‌های علمی سوهای شیمی و دیگر در کار نیست، اون سوهای خودش به در کار. خب بعد یعنی طرزی انمون از یاد کردن کلمه ها، مثلا هست شخصی میگن که موی بافز، یعنی لوبیتلی کینو چیزی که به قول روسی میگن، اونا همون میتونن که همون کینوهای دوست داشته خود رو فیوریت موویز دیگر به زبان انگلیسی تماشا کنن. یا که مثلا شخصانی هستند که نوشتن دوست می‌دارن، بسیار بلاگ‌های خودشون رو میبرن چی میکنن، اونا یا که روزنامه هر روزه کارش می‌نویسند، همونا با همون زبان انگلیسی نویسند و اساساً البته که به تجربه نمیشود، یعنی باید ما گپ زنیم. هر قدر مثلا اگر 100 کلمه دانید، همون 100 کلمه را در گفتن و در سخنگویی البته که استفاده بردن در کار می‌شود، برای که ما نمیتونیم که مثلا 100 کلمه یا 1000 کلمه دونیم لیکن استفاده نبریم و به ما چی لازم؟ سو هستن آدمایی که همون لغت میگیرن، فرهنگ میگیرن، مثلا فرهنگ دو زبانه، همون از حرف A B C رفتن میگیرن از یاد کرده 10000 کلمه میدونن، لیکن 10000 کلمه یو چی در همه اونها علمی به عمل زنبوری به اثر میگیرن. درست. برای همین ما باید استفاده بریم، البته این چیز خیلی مهم است. خوب، تشکر زیاد استاد، خیلی مصلحت خوب دادید. سوال دیگر: اکثری لغت آموزان لغت رو تنها می‌آموزند، یعنی مثال بیوتیفول، زیبا و غیره اینچنین می‌آموزند و نفرانی هستند که عباره به عباره می‌آموزند. از همین هر دو راه شما کدامش رو پیشنهاد می‌کنید، یعنی چی مثلا می‌دید؟ خب البته که عباره و طرزی یعنی استفاده و موقع استفاده کلمه را دانستن این خوبتر و بهتر است. البته برای همین اکنون بعضی مثلا از کتاب شخصانی کتاب می‌خوانند، کتاب‌های بدیهی، دوستدارانی یا اینکه هوادارانی کتاب‌های بدیهی، اونا میدونن که مثلا چخیل در بعضی عباره‌های ریخته، بعضی مثلا ریالی‌های زبانی چخیل در ادبیات استفاده میشن. البته که عباره از یاد کردن خوبتر است نسبت به اون که کلمه رو ما علاوه از یاد کنیم، عباره بهتر است. خب
خب تشکر زیاد استاد. سوال دیگر، بسیاری ها کلمه از یاد میکنند، چه که گفته 10,000 20,000 یکی اکثری کلمه رو فراموش میکنند. ما چیکار کنیم که کلمه از یاد کردگی از خاطر نرود و در صحبت هر روزه از آنها آزادانه استفاده برده توانیم؟ خب البته که در این صورت نمی‌خواید که ما کلمه رو اگر بسیار از یاد کنیم و استفاده کنیم گفتم ما فایده ندارد. برای همین تماشابینان عزیز، اگر خواهید که دوام ویدیو رو تماشا کنید حتما با کانال استاد جیسنگ در اومده دوام ویدیو رو پورا تماشا کنید. من لینک ویدیو رو در پایان میمونم، میتوانید کانال استاد رو هم نیز خبر گیرید.